سرمایه‌گذاری تو ریال استیت بهتره یا استاک مارکت؟ ببینید وقتی به دیتای ریال استیت و استاک مارکت نگاه می‌کنیم، با تمام پیشرفتایی که ما توی ریال استیت مثلا ونکوور دیدیم توی چندین سال گذشته، 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، باز هم استاک مارکت ریال استیت رو بیت میکنه. استاک مارکت ایندکسی مثل S&P 500 سالی 10% میتونه به شما در واقع ریترن بده و 100% میتونه ریال استیت رو بیت کنه. در صورتی فقط ریال استیت خوب هست به عنوان یه اینوستمنت که شما میتونید از لوریجی که دارین استفاده کنید. لوریج به شما اجازه میده که با مقدار کمی اینوست کنید توی در واقع ریال استیت و بعد با رنت دادن اون خونه هزینه‌های اون خونه رو کاور کنید و از همه بهتر اینه وقتی که شما بعد چند سال بتونید ریفایننس کنید و حتی همون اینوستمنت اولیه خودتون هم در بیارین و اجازه بدین اون خونه در واقع اون تننتش هزینه‌های اون سرمایه‌گذاری شما رو بده. در اون صورت هست که ریال استیت میتونه استاک مارکت رو بیت کنه. این خیلی مهم است که بهش توجه کنید. دوستانی که خونه دارن، ایکویتی خیلی زیادی روش دارن، میتونن با ریفایننس در واقع اون لوریجی که میخوان روی خونه رو داشته باشن، حتی اون اینوستمنت اولیه‌شون رو در بیارن و بعد توی استاک مارکت از اون استفاده کنن. اگه سوالی دارین، میخوام ببینین شما آیا میتونید ریفایننس کنید خونه‌تون رو یا میتونید از لوریجی که دارین استفاده کنید یا نه، با من تماس بگیرید.